بینندگان عزیز تلویزیون کومله، با درود گرم به شما. امیدوارم هر کجا که هستید تندرست و موفق باشید. برنامه چشمانداز رو خدمت شما ارائه میدیم. برنامه این هفته چشمانداز اختصاص داره به بحث پیرامون تاریخچه شکلگیری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. در این برنامه ما سعی میکنیم که پروسه شکلگیری این کمیته رو از زبان رفیق بهروز خباز که خودش از سخنگویان سابق کمیته هماهنگی بوده بحث بکنیم. مبارزات کارگری و تاریخ تلاش برای شکلگیری کمیته ها و تشکل ها و نهادهای کارگری یک بحث مفصل تری و تاریخ وسیع تری رو داره. منتها دهه 80 در ایران در واقع یک دوره‌ای بود که جریان چپ در جنبش کارگری دوباره گسترش و عروج مجددی پیدا کرد. ده‌ها و صدها فعالین کارگری به میدون آمدند، به طور علنی کار کردند، فعالیت کردند و محصول این دوره دهه 80 به بعد مجموعه تشکل و نهادهای کارگری، چه اونجا که در محیط کار هست مثل سندیکاهای واحد و هفت‌تپه و چه تشکل‌هایی که تلاششون کمک به این پروسه است. یکی از این تشکل‌های مهم و تأثیرگذار تو این روندها کمیته هماهنگی هست که ما راجع به این تاریخچه این کمیته با رفیق بهروز صحبت خواهیم کرد. رفیق بهروز، شما شکلگیری کمیته هماهنگی رو چجوری توضیح میدین؟ این کمیته، این تشکل در کدوم بستر و در کدوم اوضاع احوال سیاسی، در کدوم شرایط مادی شکل گرفت و زمینهای قبلی این تلاش بر چی استوار بود؟ سلام عرض کنم به خدمت شما همکاران تلویزیون کومله و بینندگان عزیز. ممنون از این که این فرصت به من داده شد. ما همونطور که تو صحبت‌های خودتون هم بود، مقطع دهه 80 اساساً دهه روی کرده برجسته تری از بروز تحرکات کارگری در ایران بود. این روی کرد از دهه 70 تقریباً اواسط دهه 70 شروع شد، ولی در دهه 80 به اوج خودش رسید. ما در سال 83 شاهد تحرکاتی در عرصه فعالین کارگری بودیم. ما سال 83 شاهد تشکیل کمیته پیگیری بودیم و جمع‌ها و محافلی این ور اون ور بودن که تلاش می‌کردن به سمت به اصطلاح کار سازمان یافته پیش برن. مراسم اول ماهنامه همیشه در جنبش کارگری ایران سبب ساز همگرایی‌ها و هماندیشی‌ها بوده. به نظر من خیلی تو این فرصت لازمه که تاکید بکنیم ما روی مراسم اول ماهنامه، چرا که عمدتاً در اول ماهنامه هست که دوستان همدیگر رو می‌بینن در جمع‌های مختلف، به ویژه تو این همه اتحاد عمل‌های کارگری. من میتونم در رابطه با تشکیل کمیته شورای برگزاری مراسم در سال 83 رو نقطه عزیمتی در جهت تشکیل کمیته هماهنگی بدونم. در ارتباط با این کمیته، در درون این کمیته بین تعدادی از دوستان که بعدها کمیته هیئت مؤسس کمیته هماهنگی به اصطلاح شناخته شدن، این همگرایی به وجود اومد و اصل در واقع که روش تاکید گذاشته شد مسئله ضرورت
ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری بود. ما این بعد از مراسم 83 که دستگیری‌های سقز صورت گرفت و شما در جریان اون محاکمات معروف دادگاه سقز بودید، دستگیری فعالین اعتصاب غذاشون و به هر حال اون حرکت به نظر من در واقع عامل مهمی شد که این کمیته بعدها بتونه تشکیل بشه. من اواخر سال 83 بود که من دیداری که با محمود داشتم تو سقز، مسئله نزدیک شدن اول ماه مهر رو مطرح کردم و گفتم که ما باید تو این رابطه یه کاری بکنیم و بشه در واقع در واقع اون آسیب احتمالی که اول ماه مهر کارگران رو تهدید میکنه، فعالین کارگری رو، به نحوی جلوش رو بگیریم. به خاطر همین یک جمعی لازمه که تشکیل بشه. من یه صحبت‌هایی کردم تو این زمینه. بعد توی سفر بعدی محمود گفت که من یک چیزی رو آماده کردم، تو اینا یه نگاهی بکن ببین نظرت چیه طبق اون صحبت‌هایی که کرده بودیم. بعد از من نگاه کردم و اون متن با عنوان با تیتر ما تشکل مستقل و سراسری خود را می‌خواهیم نوشته شد اون شب. این فرستاده شد به بچه‌های تهران و از جمله آقای حکیمی. آقای حکیمی این در پاسخ یه نگاه به این داشتن و ملاحظاتی داشتن در رابطه با این متن و در نهایت در واقع پیشنهاد آقای حکیمی بود که این تیتر انتخاب شد و مسئله کمیته هماهنگی در پروسه‌ای که بعدها با جمع‌های مختلف در واقع شکل گرفت توی تهران و سقز و جای دیگه، فعالین جمع شدن و ما در پروسه به این نتیجه رسیدیم که خوبه یک کمیته‌ای داشته باشیم که تأکید کنه هم بر ضرورت تشکل کارگری، هم برای که ما باید به نیروی خودمون اتکا داشته باشیم. من بخوام اینجا عرض کنم که ابداً این چیزی که به نحوی حالا از طرف بعضی از دوستان اون دوره این چنین وانمود شده بود که ما در تقابل با کمیته پیگیری این کمیته رو به وجود آوردیم، ابداً اینجوری نبود. کما اینکه مدت زمان زیادی هم طول نکشید کمیته پیگیری خودش توی نوشته‌هاش به این مسئله تاکید کرد و اون نامه‌ای که کمیته پیگیری در اون دوره نوشت به وزارت کار، فکر می‌کنم عمدتاً تحت شعاع نظرات سندیکالیست‌ها در اون کمیته بوده و بعدها به درستی مسیر خودشو در جهت اینکه استقلال کارگری، تشکل کارگری مهمه و این مستقل از دولت حتما باید انجام بگیره. بنابراین ما بعدها دیگه ما در اون بعد از اینکه من البته یه تعداد اون نحوه چیزی که اونجا قرار شد باشه بحث هیئت مؤسس، من به جهت امنیتی نمیتونم بهش اشاره کنم، ولی ما تصمیم گرفتیم که 4 نفر از اون جمع، محمود، محسن حکیمی، بهرام دزکی و من، با امضای علنی خودمون به عنوان هیئت مؤسس کمیته هماهنگی اون متن اولیه رو فراخوان و منتشر کنیم که 3029 نفر به اون پاسخ مثبت دادن که بعدها 416 خانوار از کوره پسخونه‌های وایکان که با کمیته ارتباط داشتن بعدها به اون امضاها پیوستن و ما دیگه در فکر میکنم پاییز 84 اولین مجمع عمومیمون رو برگزار کردیم.
در اون مقطع اون شرایط و اختناقی که بود، جمع شدن این تعداد وسیع از فعالین کارگری حول نهاد مشترکی در واقع تحول مهمی بود. شما مقاطع مهمی که و تأثیرات کمیته هماهنگی به عنوان یک تشکل در روند جنبش کارگری رو چجوری ارزیابی میکنید؟ چه مقاطعی این تأثیرات رو میبینید شما؟ اگه بخوام محوری بهش اشاره داشته باشیم، تشکیل کمیته هماهنگی مصادف شد با تشکیل سندیکای احیای سندیکای شرکت کارگران شرکت واحد تهران و حومه مقطع مهمی بود برای توی جنبش کارگری ایران. لذا به درستی فعالین و اعضای کمیته هماهنگی در مبارزات شرکت واحد کارگران شرکت واحد شرکت داشتن. ما توی حسینیه دائما معمولا توی جلسات و گرد همایی‌هایی که تو حسینیه خبازان توی میدان حسن آباد بود شرکت می‌کردیم. حسینیه خبازان در واقع مال انجمن صنفی کارگران خباز بود که در اختیار بچهای شرکت واحد قرار داده بودن. ما توی به سهم خودمون مثل گروه‌های دیگر و فعالین دیگر کارگری بسیار مؤثر ظاهر شدیم توی این مبارزات. ما توی اعتصابات 4 دی و 8 بهمن شرکت کردیم. من یادمه که من به همراه رفیقم سید نجار ما در واقع مناطق مختلف تهران رو عمدتاً پوشش دادیم و بچهای دیگه هم تو این رابطه بودن. ما در واقع اطلاعیه‌های کمیته سندیکای شرکت واحد رو به دیگر راننده‌ها در پایانه‌های مختلف میرسوندیم. مسئله دیگه در رابطه با تشکیل شورای همکاری تشکل فعالین کارگری هست که کمیته هماهنگی که از شرکت کنندگان در اون ترکیب به شمار میاد که یک اتحاد عمل بسیار مهمی بود که دستاوردهایی داشت تو اون دوره. کمیته ارتباطاتی داشت در درون این شورا. ما در این شورا از طریق همین کمیته در واقع با کارگران در کارگاه و واحدهای تولیدی سراسر ایران مرتبط شدیم. گروه‌های تشکیل دهنده‌ای که در درون این شورای همکاری بودن بسیار مؤثر بودن، بسیار زحمت کشیدن. اما واقعیت این که جایگاه بچه‌های کمیته هماهنگی در این اکتیویته جایگاه خاصی بوده به نظر من. ما بعداً به سندیکای احیای سندیکای کارگران 7 تپه میرسیم. اونجا باز هم ما از طرف شورای همکاری مأموریت پیدا کردیم که بریم با این بچه‌ها ارتباط برقرار کنیم. لازم به ذکره که کمیته دفاع از محمود صالحی در واقع استارت این ارتباط رو به وجود آورد. خیلی جا داره که از این عزیزان تشکر بشه و ما بعدش در واقع به پیوستن دوستان اتحاد کمیته کارگری رو به کمیته هماهنگی شاهد بودیم و بعد در کنار اینها ما به هر حال شاهد بالا گرفتن اختلافات درون این در کمیته بودیم که بعد از مجمع در واقع همزمان با مجمع 85 بروز کرد و در واقع با صحبت‌هایی که در واقع با این چالش‌های نظری که در درون این کمیته بودیم ما در نهایت شاهد جدایی دوستان گرایش لغو کار مزدی از کمیته بودیم و در نهایت تغییر نام کمیته با استراتژی جدیدتری. من
رفیق برزما ها تو همین پروسه‌ای که شما اشاره کردین تو صحبت‌های این سوال اخیرتون هم جواب اخیرتون هم بود که سندیکای کارگران شرکت واحد احیا شد، سندیکای کارگران هفت‌تپه ایجاد شد. نظر کمیته هماهنگی، نظر فعالین کمیته هماهنگی در این دوره نسبت به این تشکل‌های سندیکایی چی بود؟ از همون ابتدا گوییم که به هر حال اختلافاتی که در رابطه با دوستان گرایش لغو کارمزدی بود در واقع با وجود این اختلافات کلاً از هم اکثریت اعضای هیئت اجرایی در اون دوره و هم اکثریت کمیته بر این نکته تاکید داشتن که باید حمایت بشه از تشکلاتی که با اراده کارگرها و مستقل هستند به وجود میان. اینها باید حمایت موکدی میکردن، تأکیدی واقعا همه جانبه در رابطه با حمایت از این تشکلات داشتن. بنابراین ما از همون ابتدا و تا همین الان که شاهد هستیم همواره در کنار دوستانی بودیم که سندیکای شرکت واحد و هفت‌تپه رو احیا کردن. همین الان هم در این شرایطی که داریم به سر میبریم، اون چیزی که بر مبنای اون چیزی که تو اساسنامه کمیته هماهنگی هم هست که در واقع اشکال مختلف تشکل کارگری رو کمیته به رسمیت میشناسه، مشروط بر این که مستقل باشن، با برآیند نظری کارگران این تشکلات به وجود آمده باشن و البته به هر حال نظر کمیته هم این بوده و هست که مناسب ترین ساختار شوراییه. اما این رو در همین حد هست، یعنی ما اساساً میتونیم تشکلاتی با ساختار شورایی در درون اون تشکل داشته باشه و نامش سندیکا باشه، ابداً مهم نیست، مهم اون ساختاره. به غیر از این حتی در نبود این ساختار هم ما این ساختار در واقع پیشنهاد کمیته هماهنگی به جنبشه، ما تعیین نمی کنیم. اما در رابطه با اون ساختارهای دیگه که دوستان سندیکایی برگزیدن ما حتما احترام میذاریم بهشون. به رسمیت شناخته شدن از جانب کمیته هماهنگی. بنابراین به نظر من کمیته هماهنگی یکی از گروه‌های کارگری بود که بسیار صمیمانه و مؤثر و صادقانه در کنار این رفقا قرار گرفت و در ارتباط با حمایت از آزادی فعالین سندیکایی همواره در کنار این بچه‌ها بوده و الان هم هستش. بله، در واقع اون نظر شما من اینجوری برداشت کردم که تشکل‌های مختلفی در جنبش کارگری میتونه به وجود بیاد که همشون الزامان اسمشون شورا نیست. اون چیزی که اساس در این وسط هم ساختار این تشکل‌ها و هم سیاستی که برشون حاکمه دیگه. برای مثال دوره اختلاف بود سر این که باید به دولت مراجعه کرد، از دولت اجازه گرفت برای ایجاد یک تشکلی و یک روی کردی دیگه هم این بود که تأکید بکنه بر این که این تشکل‌ها باید از دولت مستقل باشن و به اراده خود کارگرها ایجاد بشن. بذار نکته دیگه رو مطرح بکنم. در واقع اون اینم بخشی از کار تاکنونی کمیته هماهنگی. در این پروسه فعالیت اتحاد عملهای مشخصی در جنبش کارگری ایران به وقوع پیوستند که کمیته هماهنگی روشون تاثیرگذار بوده. در این رابطه نظرتون چیه؟ کمیته هماهنگی نقشش چی بوده در این اتحاد عملها و آیا چارچوب یا خط قرمزهای مشخصی رو تعریف کردن، پیش بردن در مورد اتحاد عملها؟ بله، من برمیگردم به سال 85 که فکر بکنم پاییز 85 بود. ما شاهد شکل‌گیری شورای همکاری تشکلات فعالین کارگری بودیم. تو اون دوره یکی از اختلافات اساسی ما با گرایش لغو کارمزدی درون کمیته، حضور کمیته در درون این شورا بود
به نظر من کمیته هماهنگی در واقع همواره پای ثابت اتحادعمل‌های کارگری بوده. آنجایی که این در واقع وارد مرز کمیته هم در واقع با گروه‌های کارگری در واقع همون برآیند نظری کارگران فعالین کارگری درون جنبش بوده. ما در واقع شاهد این بودیم که توی این شورا واقعا حرکت‌های بسیار بکر و بسیار خوبی صورت گرفت. این جنبه وحدت طلبانه شورای همکاری بود که اتفاق خوب مراسم اول ماه شیرودی رو آفرید. این نشون میده که کمیته هماهنگی همواره در واقع از زاویه منافع جنبش و در خدمت منافع جنبش بوده. عزیمتش اصلا از این گونه بوده. اتحادعمل‌هایی هم که صورت گرفته تا کنون ما از تشکیل این اتحادعمل‌ها رو از سال 83 به این ور شاهد هستیم که در سال 88 بسیار نمود بهتری پیدا کرد در جریان پارک لاله و ما متاسفانه یه مقدار ما به هر حال من متاسفم از اینکه اتحادعمل‌هایی این چنین پرشور آسیب بهش میخوره. من معتقدم تشکل‌هایی که 7 تشکلی که اومدن اتحادعمل تشکیل دادن در امسال در سال پیش به نظر من قطب‌نمای فعلی حرکت‌های جنبش کارگری در رابطه با اتحادعمل همین 7 تشکل هستند. بچه‌های شرکت واحد 70 و دیگر دوستان. منتهای مراتب ما شاهد این هستیم که یه مقدار این خدشه بهش وارد شده. ما به هر حال امسال شاهد تحرکاتی بودیم که زیاد خوشایند نبود در با اون درکی که ما از اتحادعمل کارگری داریم. به نظر من تحرکات سختی بود که فقط در حد کاغذ باقی موند و این در واقع با اون همسو نبود با اون جریان 7 تشکلی که اتحادعمل ایجاد کردن. بنابراین من فکر میکنم منافع تک تک گروه‌های کارگری که به منافع جنبش رو منافع خودشون میدونن، منافع جنبش رو ارجح به منافع گروهی خودشون میدونن، لازمه که به این نکته توجه بکنیم که مسئله اتحادعمل تا سالیان سال میتونه در رابطه با به اصطلاح استمرار بخشیدن به جنبه وحدت جنبش کارگری در واقع جزو ضروریات حیاتی ما باشه. نه. بحث مربوط به استقلال تشکل‌های کارگری از چی مستقلن یا نظرتون توی رابطه و سیاست حاکم بر کمیته هماهنگی تا حالا در این رابطه چی بوده؟ ببینید چیزی که ما با 2 گرایش روبرو هستیم در جنبش کارگری در رابطه با مفهوم استقلال تشکل‌های کارگری. یک نظر بر این اعتقاده که استقلال تشکل‌های کارگری فقط باید از دولت و کارفرماها باشه. یک نظر دیگه ای هست که این استقلال رو هم از دولت و کارفرما و هم احزاب پایفشاری میکنه. ما به نظر من چون به هر حال این سوال از من پرسیده شده من نظر خودم رو بگم بعد میتونم بپردازم به مسئله کمیته هماهنگی. من مفهوم استقلال تشکل‌های کارگری از دولت و احزاب روش پافشاری میکنم. منظور من مقصود من اساسا یا هر دوست یا رفیقی که از این مقوله به این شکل دفاع میکنه اساسا حذف احزاب از زندگی کارگران نیست، سیاست زدایی نیست. در واقع خصم ما سرمایه‌داریه. اساسا ما احزاب رو
و تشکل‌ها و سازمان‌ها رو سرمایه‌های جنبش جهانی کارگری می‌دونیم. ما هیچ خصومتی، کسانی که بر این نقطه پای می‌فشارن، هیچ خصومتی با احزاب نداریم. ما مرزهامون رو داریم، اختلافاتمون رو داریم، اما اساساً خصم ما، چیزی که وانمود شده از طرف دوستانی که بیمهری کردن در واقع در رابطه با این مفهوم اینطوری تلقیشون هست، به نظر من اینطوری نیست. ما هر جریانی، هر حزبی که علاقمنده که و مبارزه میکنه و جانفشانی میکنه برای اینکه طبقه کارگر قدرتمندی داشته باشه، هر حزب و جریانی که میخواد طبقه کارگر رو پای خودش بایسته، هر جریان و حزبی که نمیخواد طبقه کارگر فرمانبری داشته باشه، مطیعی داشته باشه، در خودی داشته باشه، به نظر من خوبه که به این مفهوم نزدیک بشه و این رو مدون کنه توی برنامه‌اش. این چیزیه که در واقع به نفع جنبش کارگری جهانی و از جمله ایران است. در رابطه با کمیته هماهنگی هم همین دو تا نظر وجود دارن. منتهی مراتب این به اصطلاح این بحث این نظرات مدون نشده به اون صورت. ما در بدنه کمیته، من چند مدت ها پیش یه چند تا مصاحبه‌ای که با محمود داشتم، محمود به درستی از این نظر دوم دفاع کرده در رابطه با استقلال تشکل کارگری از دولت و احزاب. مرز خودش هم بیان کرده. به نظر من اکثریت بدنه کمیته هماهنگی دارای چنین دیدگاهی هستند، ولی در به اصطلاح ما عملا ندیدیم که این مفهوم مدون شده باشه. به نظر من یکی از اون خلاهایی که در رابطه با مباحث نظری جنبش کارگری مطرح هست در کمیته هماهنگی همین بحث است که خوبه در آینده ما شاهد در واقع ارائه بحثایی از هر دو تا گرایش باشیم در این مقوله. من اینجا صحبتی دارم، ملاحظه‌ای دارم که دوست دارم مطرح کنم. درسته ما راجع به تاریخچه کمیته هماهنگی صحبت میکنیم، این بحث مفصل تریه. از یک طرف رژیم از همین مسئله استفاده میکنه که پاپوش دوزی بکنه، پرونده سازی بکنه برای فعالین کارگری و اونا رو وابسته نشون بده به احزاب و سازمان‌های به قول اونا غیر قانونی. منتها آیا در عالم واقعی من فکر کنم که بحث سبک کاره. یعنی شما یه تشکل کارگری درسته به لحاظ ساختار تشکیلاتی، به لحاظ مالی، به لحاظ مکانیزم‌های تصمیم گیری از احزاب سیاسی چپ و کمونیست که مورد نظرمون هست این رابطه، یا احزاب راست فرق نمی‌کنه، جدا هستن و باید جدا باشن. منتها آیا سراغ داریم ما که انسان‌ها تحت تاثیر این گرایشات نباشن؟ یعنی شما حساب کنید که سرمایه‌داران هم اینجورین. سرمایه‌داران خودشونو در احزاب و نهادهای مختلف متشکل بورژوایی سازمان دادن. کارگرها هم شکلن. کارگرها هم تشکل توده‌ای دارن، تشکل کارگری دارن، تشکل حزبی دارن و این کارگرایی که تو تشکل‌های توده‌ای کار میکنن متأثرن از این گرایشات فکری احزاب چپ و کمونیست. بنابراین به چه شکلی میشه اینو کنترل کرد که آیا لازمه همچه کنترلی باشه؟ آیا ضروریه که ما این سوال طرح بکنیم از فعالین کارگری که شما وابستگی حزبی دارین یا ندارین؟ به نظر من روشنه که دارن به خاطر اینکه احزاب سیاسی چپ و کمونیست تو این جامعه نفوذ دارن، جایگاه دارن، وزن دارن و این وزنشون تو تشکل‌های کارگری هم بازتاب داره. منتها منم قبول دارم که به لحاظ ساختار تشکیلاتی و ساختار تصمیم گیری و به لحاظ مالی بویژه باید این استقلال موجود باشه. خب تو اون دو تا روی کردم که شما اشاره کردین طبعا یکیشون همین بحثه دیگه. منتها این چیزی که کاملا درسته، یعنی من صحبتایی که میکنین کاملا درسته، این بحث باید شکافته بشه. یعنی اصلا در رابطه با بحث استقلال از احزاب، بحث استقلال از سیاست در سیاست و سیاست گذاری و برنامه بود. من بحثم در رابطه با تشکل‌های کارگری، نه گرایش
و وابستگی به احزاب. بدیهیه که ما خودمون به هر حال هر کدوم از ما یک گرایشی داریم، حالا یا جدا از احزاب یا با احزاب، هم اتفاقا بدیهی و کاملا هم منطقیه. ما نداشته باشیم اشکال داره. منتهای مراتب مسئله استقلال به ویژه در درون خود احزاب و سازمان‌های چپ باید نهادینه بشه و با این نگاه صورت بگیره در رابطه با تشکل‌های کارگری که بابا ما میتونیم دقت نظر داشته باشیم در رابطه با این تحرکات این یا آن گروه یا تشکل کارگری، ما میتونیم نقد داشته باشیم. چرا که مثلا در رابطه با اعتصاب کارگرای 4 دی و 8 بهمن نقد و نظرهای صورت گرفت از سوی احزاب. این خیلی هم عالیه. منتها اگر تو سکان تصمیم داشته باشی که پیشاپیش سکان حرکت اون تشکل رو در دست خودت بگیری، اونو زایده خودت بکنی و حیات خلوت خودت، اونجاست که در واقع کمک کردی به شق کردن جنبش کارگری. بنابراین واقعا اصلا مسئله این نیست که گرایش نداشته باشن یا وابستگی به این یا اون حزب نداشته باشن. مهم اینه که اون سیاست و برنامه ریزی از ابتدا و تا انتها برآیند نظری خود بدنه اون تشکل باشه. همین. ممکنه مثلا اشتباه باشه. دوستان جریانات احزاب میتونن نقد داشته باشن، هیچ اشکال نداره، در اونجا عضو داشته باشن در درون اون تشکل. این اتفاق چیز عجیبی نیست به نظر من. متاسفانه ما با یک تاریخ و با یک پیشینه منفی در این رابطه زندگی میکنیم، به ویژه در دوره حزب توده که عملا تشکل‌های توده‌ای و اجتماعی رو به زایده از تشکیلات خودش تبدیل میکرد. در غیر صورت ما خب مگه انقلابی میشه قابل تصور باشه که یک جریانات سیاسی، احزاب سیاسی قدرتمندی رهبریش نکنن؟ یعنی طبقه کارگر بدونه که واقعا حزب سیاسی پرنفوذ خودش رو در طبقه کارگر داشته باشه نمیتونه به پیروزی دست پیدا بکنه. طبقه کارگر هم در تشکل‌های وسیع توده‌ای و در احزاب کمونیستی قدرتمند متشکل میشه و این دوتا به طور واقعی در پروسه تاریخی شکلگیری مارکسیسم اصلا جدا نبودن و نیستن، نبایدن باشن. یعنی جنبش کارگری و جنبش کمونیستی عملا پایه مادی و ظرف و بستر فعالیتش یکیه. در صورت این بحثو اینجا نگه می‌داریم که ما در فرصت دیگه امیدواریم بهش بازگردیم. راجع به خود کمیته هماهنگی برگردیم. شما یکی که باز مربوط بمیشه به همین بحث، یعنی فضای تصمیم گیری در کمیته هماهنگی چجوریه، مکانیزمش چقدر مراجعه میکنه به آرای اعضا و به دموکراسی که در این تشکل باشه. خب کلا چه تصویری شما از نحوه تصمیم گیری و از آرا و مجامع عمومی کمیته هماهنگی دارید؟ در کمیته هماهنگی هم مثل بسیار از گروه‌های کارگری مجمع عمومی هست، اساسنامه‌ای هست. منتها به نظر من البته با شفافیت بیشتری این در واقع ما این بحث مباحث صورت میگیره در درون کمیته هماهنگی. نظرات ما الان در گذشته از شروع اون اختلافاتی که در درون کمیته با گرایش لغو کارمزدی بوده، ما شاهد این فضای دموکراتیک بودیم. اساساً امروز اون کسانی که امروز با این تغییر نام کمیته دارن مبارزه میکنن در درون اون کمیته، اونها مدافعین سرسخت آزادی بیان در درون کمیته بودن. یعنی ما اساساً جنگیدیم در درون کمیته، جنگیدیم به واسطه این نگاهمون. ما در رابطه با بند دال که اون دوره توی اساسنامه کمیته بود، بر سر این که این هیئت مؤسس تشکل مستقل سراسری ضد سرمایه‌داری که تو اون دوره بحث شده بود از اعضای وقت کمیته هماهنگی باشه جنگیدیم و موضوع گرایش مقابل این بود که نه،
این حتما باید از اعضای وقت کمیته هماهنگی باشه. ما میگفتیم که نه، از فعالین کارگری و کارگرانی که در درون کمیته هماهنگی نیستن باشه. ما بندی رو مخالفت کردیم در اون دوره که میگفت که تشکلات اعضای دیگر تشکلات حق ندارن بیان عضو کمیته بشن مگر اینکه نامه استعفاشون علنا منتشر بشه. ما جلو اینا وایستادیم. توی کمیته هماهنگی سعی شده که در واقع از اون نخبه گرایی جلوگیری بشه. دوستانی هستن که وزنی دارن در کمیته هماهنگی. به واسطه این که به هر حال ما نقصی داریم در کمیته هماهنگی، در بعدها میشه بهش پرداخت که و اون بدنه کمیته هماهنگی در واقع زیاد در واقع رنج میبره از یه سری خلاها، از جمله مسئله کار حرفه‌ای، آموزش و سازمانیابی. این دوستان در واقع نظراتشون رو بعد از این اعضای دیگر کمیته در مجامع عموم مطرح میکنن، میشنون و این مسئله تا این حد وجود داشت و داره که توی مجمع 85 با وجود اون همه مخالفت و که در رابطه با اختلافات درون کمیته بود، ما میبینیم که نماینده فکری گرایش لغو کارمزدی نفر دوم بعد از محمود میاد و انتخاب میشه. الان هم به نظر من نظرات بسیار آزادانه به وقت کافی حتی شده که در 2 جلسه مجمع برگزار بشه، نظرات خیلی خیلی خوب مطرح میشه در رابطه با جریان جدایی دوستان گرایش لغو کارمزدی. ما دائما جلسات مشورتی داشتیم و دعوت کردیم به تعداد قلیلی از نمایندگان فکریشون به نحوی که بعدها تغییر کرد، این نظرات یکیشون تو اونجاها بودن، تلاش کردیم که در همه این پروسه ها و تغییر تحولات دوستانی که مخالف این یا هر نظر دیگه هستن باشن. به نظر من به ویژه در این خصوص ابداً مولای درزش نمیره که توی کمیته هماهنگی در درون این کمیته به واقع فی‌الواقع در دفاع از آزادی بیان به حد کافی در واقع ایستادگی میشه، مقاومت میشه در مورد کسانی که ما به هر حال تلاش هایی شد. ببخشید این یه مقدار طولانی چون به هر حال چون به مربوط تاریخچه کمیته است. من بله تلاش‌های صورت گرفت که گرایش لغو کارمزدی به صورت غیر دموکراتیک از کمیته حذف بشن. این بچه‌ها به درستی اکثریت کمیته هماهنگی جلوی این نگاه وایستاد و تن نداد. به خاطر همین بود که من اون دوره یه صحبتی دوستمون بهرام در اینجا و اونجا صحبت کرده بود و من اینو قبول نکردم. تو اون نوشته‌ای که داشتم گفتم که ابداً اینطوری نیست، ابداً این نگاه حذفی وجود نداره. هر کدوم از این دوستان میتونن، ما نوشته هایی در درون کمیته داریم که به هر حال منتشر نباید بشه، مسائلی در درون اون کمیته داشتیم که واقعا اگر بتونیم اینا رو مطرح بکنیم شما خواهید دید که چقدر ما تلاش کردیم که این آزادی، این دموکراتیسم در کمیته باشه. گذشته از این در واقع ما مکانیزمی از یک مقطعی در واقع اعمال شد در درون کمیته، این که دوستان اولا که جلسات هیئت اجرایی میتونن اعضا هر کس بخواد شرکت کنه، اعضایی که غیر از هیئت اجرایی باشن. دوم از اون اعضای هیئت اجرایی میرن توی مناطق مختلف و حضور پیدا میکنن در بین دیگر اعضای کمیته و مباحث اونا رو میشنون، اختلافات رو میشنون. واقعا اون بحث در واقع اون مسئله بازرسی که گذاشتیم توی اساسنامه هست اصلا به اونجا نرسید که کسی از اون بازرسا شکایت کنه بگه که من مشکلم اینه. همه اینا در مباحث درون کمیته به نظر من شکافته شده و به خوبی داره پیش میره. من
من در واقع سوال آخر رو میخوام به شکلی مطرح بکنم که دو تا جنبه داره. ببینید یک مسئله رو نمیشه از نظر دور داشت، اونم اختناقی که تو این جامعه هست. کمیته هماهنگی تشکل علنیه، این تشکلیه که میخواد از این فرجه های علنی استفاده بکنه کارش پیش ببره. پیشبرد یک مناسبات دموکراتیک در این فضای دیکتاتوری اختناق کار خیلی سختیه که بتونه همه آرا رو تأمین بکنه و اون جلساتی که شما اشاره کردین، ارتباط بین هیئت اجرایی و بدنه تشکیلات، کلاس‌های آموزشی، مجامع زودتر، اینا همش خب اگه فضای دموکراتیک تر بود خیلی بهتر هم میتونه پیش بره و این تشکل نیفته به دامن سنت‌های منفی که از تفرقه جریانات چپ موجوده. یک بحث اینه که شما موانعی که کمیته هماهنگی باش روبرو بوده و یا هزینه هایی که پرداخته در این دوره رو چجوری می‌بینی و در ادامش دورنمای کار این کمیته، موقعیتش در شرایط فعلی، تأثیراتش بر جنبش کارگری در ادامش میخوای چجوری توضیح بدی؟ در رابطه با تحمل هزینه ها، خب شما خودتون شاهد هستین تقریبا اکثریت قریب اتفاق اعضای کمیته هماهنگی دارای پرونده امنیتی هستند و این بچه‌ها در اونایی که در زندان نیستن، در بیرون از زندان هم در یک زندانی رژیم اینا رو جا داده با احکام تعلیقی، جریمه‌های سنگین، وثیقه‌های سنگین. این رو من نمیتونم فقط بگم، همه بچه‌هایی که توی جنبش کارگری فعالن شاهد این هزینه ها هستن. ما 2 نفر از بچه‌هامون ترور شدن، مجید حمیدی و جمالی نژاد. خوشبختانه این دوستان زنده هستن الان. ما در مقطع شاهده رو بودن محمود صالحی بودیم. در واقع این 1 سالی که محمود تو اون زندان تحمل کرد، اون زندان به نحوی همراه با شکنجه بوده، چرا که درد کلیه، درد جانکاهیه، در درون زندان بهش نمی رسیدن و محمود در واقع در درون اون زندان بود که در نهایت با اون اعتصاب خوش آسیب جدی دید جسم و جانش. من تو این رابطه دیگر دوستانم، شما شاهد هستین که واقعا در بین گروه‌های کارگری بیشترین هزینه رو بچه‌های کمیته داده. امیدواریم که به همیاری دیگر فعالین این جنبش ما یه مقدار فشار بیاد توی جنبش کارگری به حاکمیت فعلی ایران، بلکه این تنش‌ها کمتر بشه، این آسیب‌ها کمتر بشه. اما در رابطه با وضعیت کنونی کمیته، من به رغم فراز و نشیب‌هایی که کمیته پشت سر گذاشته، از بحران داخلیش گرفته یا تا تلاش‌هایی که برای خلع کمیته، خلیت از کمیته در رابطه با استقلالش صورت گرفته، مشخصاً اون مقطعی که بحث سولیداریته سنتر و مهدی کوهستانی پیش اومد، کمیته به این مناقشات تن نداد. ضمن این که ما به استقلال تشکل کارگری پایفشاری میکنیم، همچنین استقلال مالی تأکید زیادی داریم ما و ما تن ندادیم، ما نخواستیم که پیرو سیاست‌های این گروه یا اون گروه بشیم. ما به رغم بیمهری‌هایی که من دارم میبینم صورت میگیره از طرف بعضی از فعالین، من ابداً اینطوری نیست. واقعاً کمیته هماهنگی یک کمیته مستقلیه، مستقل و آزادیه که زیر بیرق هیچ حزب و جریانی تاکنون نرفته و امیدواریم از این به بعد هم اینطوری باشه. اما خب به هر حال به رغم تمامی این دشواری‌هایی که بوده و به رغم تجارب غنی که داشتیم، به نظر من از جهات رنج میبره کمیته هماهنگی.
کمیته هماهنگی از ابتدای اشکال کار این بود که از ابتدای تشکیلش در واقع مبنای کارش رو در بیرون از کارخونه قرار داد و نه در درون واحدهای تولیدی. در نهایت ارتباط گرفته شد با فعالین کارگری در درون واحدهای تولیدی. منتهی مراتب عزیمتش رو اگر بر این نکته قرار میداد که بیاد در درون این واحدها اقدام به سازمانیابی جنبش کارگری بکنه، به نظر من امروز شاهد دستاوردهای بهتری بودیم در این جنبش. اون بخشی که مربوط به کمیته هماهنگی میشه در رابطه با بحث آموزش و کار حرفه‌ای در عرصه سازمانیابی و تئوریک، به نظر من ما مشکل داریم، باید حتما بهش بپردازیم. من متاسفانه باید بگم که به رغم تمامی صداقت‌ها و جانفشانی‌هایی که صورت گرفته، سکتاریسم همچون دیگر جاهایی که لانه کرده در کمیته هماهنگی هم وجود داره. خب به هر حال در کمیته هماهنگی این سکتاریسم اگرچه غالب نیست، من ادعا میکنم که غالب نیست، اما به هر حال لانه کرده و در مقاطع مختلف سعی میکنه خودش رو نشون بده. و بحث این که در کمیته باید بیش از پیش به سمت کارگری شدن پیش بره، به نظر من تعریف فعال کارگری در اساسنامه دیگه ما به این فکر میکنم برسیم که بحث فعال کارگری یه مقدار بحثی که در واقع جنبه طبقاتی داشته باشه و یه مقدار شفافتر باشه. اعضای کمیته باید استخوان بندیشون بدنه کمیته بدنه کارگری باشن. هر کس میتونه بیاد میخواد در واقع کسی که تو این کاتگوری نمیگنجه، کاتگوری طبقاتی، میتونه دلش در صورت تمایلش بیاد به این یا اون گروه کمک کنه. اما به نظر من کمیته کارگری در درونش باید کارگرها حضور داشته باشن و فعالین کارگری در واقع اون ما جنبه فراطبقاتی نباید بهش بدیم. ما هر کسی که میاد به نظر من البته هر کسی که در حوزه کارگری قدم ور می‌داره نمیتونیم بهش فعال کارگری بگیم. مشخصاتی داره، جنبه‌های طبقاتی داره که باید بهش توجه بشه. این رو به نظر من در واقع هستش. بحث این که بحث سازمانیابی و سبک کار، همونطور که عرض کردم که خب مسئله گرهی جنبش کارگری هست، بهتره بهش توجه بشه. کمیته هماهنگی تو این عرصه به انواع مختلف در واقع نقص داشته کارش، خوبه که بهش توجه بشه. مسئله تغییر نام کمیته خیلی حرکت خوبی درستی بود، نشون داد که ما نمیخوام خودمون تشکل درست کنیم، ما میخوام کمک کنیم به ایجاد نه فقط یک تشکل بلکه تشکل‌های کارگری. اما مسئله سازمانیابی و این که بالاخره در این با این گره کوری که مواجه هستیم، مسئله ایجاد تشکل‌های کارگری به کجا می انجامه، پروسه شکل گیریشون چه خواهد بود، این نیاز به نظر من این داره که کمیته هماهنگی در این عرصه برنامه و سبک کار در حوزه سازمانیابی جنبش کاری در درون واحدهای تولیدی قدم‌های اساسی رو برداره. امیدواریم که این چنین بشه. بله، شما سوالات اساسی رو تون صحبت آخرتون مطرح کردین. ما از تلویزیون کاملا در واقع مبارزات و فعالیت و دورنمای بیشتر تشکلات کارگری رو منعکس کردیم و خواهیم کرد. همه تشکلات کارگری که به اراده کارگران متکی هستند، در واقع کمیته هماهنگی یکی از اونا بود. کمیته هماهنگی یک محصول خوب و مفید یک دوره و مقاطع مهمی از حضور جریان چپ و سوسیالیست و کارگر و رادیکال در جنبش کارگری که ما در این برنامه سعی کردیم گوشه هایی از تاریخ و از مقاطع حیاتش رو بازگویی بکنیم از زبان شما و ما هم امیدواریم که این کمیته پیشرفت و گسترش بازم بیشتری پیدا بکنه در دخالتش در مبارزات کارگری و سازمانیابی و ایجاد تشکلات کارگری در
محیط های بزرگ کارگری. برای همه فعالین این کمیته از جمله آرزوی موفقیت داریم و از شما هم سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردین. امیدوارم باز فرصت های دیگه پیش باشه، همین بحث آخر رو ادامه بدیم. قصد باش. تشکر. بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چشمانداز رسیدیم. براتون آرزوی موفقیت و سرافرازی دارم تا برنامه های بعد. قصد باش. خواهش میکنم.